به نام خدا. محمد حسین کریمی هستم از ایران. نام پدر رحمت الله کریمی و نام مادر اعظم رواجزی. 4 تا خواهر دارم. متولد تهران در ماه 1369. دانشجو بودم تهران و تقریبا 1 سال، شاید بیشتر، 1 سال و نیم ذهنم حسابی درگیر تحولات منطقه بود. شاید روزی نیم ساعت اخبار میخوندم، دنبال میکردم چه اتفاقاتی جهان خارج میفته و یه چالش خیلی بزرگی برام به وجود اومده بود که تو چه جهانی داریم زندگی میکنیم، چه اتفاقی پیرامونمون میفته و مهمتر این که آینده چطور رقم میخوره. یه مشکلی که منطقه ما داره، ما دچار استبداد دینی هستیم که مثل داعش، خلافتی که رقم زدن توی عراق و سوریه و هم دین رو نابود کرده، هم دنیا رو نابود کرده و مبارزه با داعش هم دفاع از انسانیت، هم دفاع از دینه و این دوتا جدا از هم نیستن. اولین انگیزه من، مهمترین دلیلم همین، به یه پیوستم تا از انسانیت دفاع کنم، برابر استبداد بیستم. استبدادی که کم و بیش تو خیلی از کشورها هست، اما تو سوریه و عراق تنها راهش دفاع مسلحانه برابر داعشه. آرزو میکنم یه روزی همه تو یه جامعه اخلاقی و آزاد زندگی کنیم، جامعه‌ای که توش استبداد نباشه. توی یه عکس دیدم شهر رقه، پایتخت داعش، نوشته بود با این مضمون که خلافتی که خدا رو راضی میکنه بهتر از آزادی، حریتی است که مردم رو راضی میکنه. اما من میگم خدا انسان آزاد آفرید و آزادی مقدسه و هیچ کس نمیتونه این آزادی از بشر بگیره. منم واسه همه آزادی که مختص انسانیت اومدم دفاع میکنم. میبینم همه جور ملیتی، همه جور قومیتی از دورترین نقاط دنیا به هم پیوستن برای دفاع از انسانیت و این خیلی قشنگه و امیدوارم که یه روزی همه مردم جهان برادرانه بدون استبداد تو یه جامعه آزاد و اخلاقی با عقلانیت کنار هم دیگه زندگی کنن.